سالهای 2004-2005 هنردمایی کرده است و یکی از فوتبالبازان بسیار خوب کشورمان است که 3 کرات چمپیون تاجیکستان شده است و همچنین باز جام تاجیکستان و دیگر جایزه ها را هم به دست آورده است و ورزشگاه شوند و چون الان قبل از آغاز رقابت هم ما متوجه خواهیم شد به سرودی ملی جمهوری تاجیکستان که صدا داده می شود این دسته است و اینک از مرکز میدان حالا فوتبالبازان دسته استقلال بازی را شروع میکنند و یک بار حمله خود را از کانال چپ میدان آغاز کردند. حالا تو برای بازیگران رگرد شده است. ازبک ایتوف در داخل جریمه گل ضربه میزند و گل. دقیقه ششم رقابت ببینید چگونه فوتبالبازان تیم رگرد شده است دروازه استقلال را رخنه میکنند. ازبک ایتوف دروازه‌بان ولی ما خطای محافظتگری دسته استقلال در همین وضعیت باید خاطرستان شویم. ازبک ایتوف هم بسیار خوب هنردمایی کرد. استقلال ضربه از مسافه دور و بسیار ضربه خطرناک برای دروازه‌بان تیم رگرد شده است. رفیق رو تامین نموده بود. ادامه حمله استقلال پرتاب خیلی بلند و تکم در توپ از میدان بیرون نشده است. ادامه حمله دسته رگرد شده است رو میبینیم. دولتوف پرتاب او و ضربه اینجا یک ضربه دیگر از سوی بازیگران رگرد شده است. بیسم سایروف توپ روی بسیار خوبی این حملهگر حالا ضربه سایروف و تکم اینجا شویچ. ادامه حمله استقلال پرتاب بلند توماشویچ وضعیت بسیار خطرناک و باز هم دروازه‌بان تیم رگرد شده است. امام نظرов میتواند حمله را ادامه دهد. پرتاب دلیر امام نظرов و وضعیت خطرناک برای استقلال توسط پاس‌های زمینی بازی میکنند. ضربه و گل عبدالرحمن نازیموف و این گل انگلیسی است دوستان عزیز و این ترکیب‌آوری فوتبالبازان رگرد شده است. پاس‌های زمینی در رأس دسته 17 ساله‌های کشور بازی کرد. ادامه حمله دسته استقلال فرصت برای استقلال و علیشر جلیلوف میتوانست استقلال توجه میکنیم به حمله نوبتی محمد جان رحیموف ضربه میزند و خوب میتوانند مو انجام دهند. سایروف تبریز اسلاموف ارسال خیلی بلند ضربه با سر و دروازه‌بان غلبه به دست آورد. حالا به توجه میکنیم به ادامه حمله دسته استقلال ضربه و گل. حساب 2-1 میشه. دقیقه 49 رقابت و ببینید بیشتر به خط حمایت نشستن رگرد شده است. حالا که از جانب امیربک جورابویف انجام شد. محمد جان رحیموف تا لحظه آخری مبارزه برد و موفق شد. محمدیف ازبک ایتوف پرتاب جانبی دروازه استقلال و اینجا تبریز اسلاموف پرتاب خیلی بلندی او ضربه زده میشود. از توپ به کنار چپ ارسال میکند. بیا توجه میکنیم به حرکت های ازبک ایتوف ضربه او اینجا دروازه‌بانی پرتاب با محمد جان رحیموف ادامه حمله استقلال ولی پرتاب بازیگران استقلال توپ رو میگیرند. شاگردان لیفچنکن حالا رستم سایروف حرکت میکند برای اجرای ضربه و ضربه او به فوتبالبازی شاید با دستوری سرمربی هم هست ولی اگر حالا برای نتیجه نگاه داشتن نتیجه بازی کنند این فکر میکنم پرتاب به جریمه رگرد شده است و بهترین شانس برای تیمی خوب از فوتبالبازی دسته استقلال به توجه میکنیم. پاس انجام میشود. امیرجان سفارف ضربه از جانب عدسم ولی بازیگران تیمی استقلال تبریز اسلاموف پرتاب او و ضربه با سر اجرا می شود. محمد جان رحیموف ولی و وقتی اساسی رقابت وقتی اساسی اصلا به پایان رسید. دروازه‌بان رگرد شده است اینجا چیکار میکنه دوستان عزیز؟ ورزشگاه دیده میتوانه ولی امکانیت برای تیم رگرد شده است. بیا توجه میکنه فرصت برای پنجیف ولی چیکار میکنه در این وضعیت؟ علی جان کرامت زاده و صدای اشتراکی داور دوستان عزیز رگرد شده است. اولین بار در تاریخ موجودیت خود سوپر جام تاجیکستان را به دست می آورد و این هم با زحمت های علیشر توختایف مربیان دسته رگرد شده است هم هستند. حساب 2-1 ازبک ایتوف در دقیقه 6 عبدالرحمن نازیموف در دقیقه 30 یک گل استقلال با محمد جان رحیموف در دقیقه 5 تعلق دارد و یک بازی بسیار عجیب رو هم دیدیم و عمر توجه اگر کنیم استقلال 52% توپ رو اداره کرد قرار دارند. محمد جان رحیموف یک مرتبه موفق شد اما نتوانست بعداً که باز نتیجه رو برابر کند. عمان
дар қисми дуввум ба майдон омад ин футболбоз ба номи ӯ дар ҳайати васеи тими мунтахаб аст. Амирҷон Сафаров, Абдурахмон Нозимов беҳтарин бозингари супер ҷоми Тоҷикистон ба капитани дастаи Регарта Данс Нозим Бобоҷонов дода мешавад ва ҳоло хушнудии бозингарони дастаи Регарта Данс ҳадду канор надорад ва албатта боли Тоҷикистонро муаррифӣ хоҳад кард дастаи Истиқлол ва ба ин дастам барор мехоҳем ва соли оянда акнун ду дастаи мо дар мусобиқаи сатҳи бошгоҳии Осиё баромад мекунанд. Тавзеҳ додам то гузоришҳои минбаъда сеҳатманду пирӯз бошед ва футболро албатта дӯст доред ва ҳоло ҳамкоронамон ки дар дохили варзишгоҳ ҳастанд